یه پنگوان تدریس کنیم. بچه سیریش داره رو همه چی میچسته. چقدر رنگش تیره نه دستگاه نه با توی کارگاه دستگاه داره من خونه دستگاه اذیت میکنن منو سرشون هم فشار میارن دستگاه بزرگ خنده من زیاده این راحتره با دست راحته یه وقتایی دیدم دخترتونم با پا نه اون شاگرده آره باید میشم 20 سالشه با پا تو وانه کوچولو موندن 20 سالشه؟ آره 20 سالشه سال 11 سالشه نه بابا هاشو خیلی خوشم مثلا گل شد اصلا نمیست از باششان بره آماده بخریم نه اصلا الان خیلی خوبه اصلا به این بافت هم نداره تازه این زیرسازی مونم بشه چجوری هم تیره شد؟ برای من هیچ وقت این شونه تو خوب آقا برای این رنگی نیست هر چی برس بیدیم همه حالت خیلی بهتره پیدا میکنه چون زیرسازی ما نمیخوایم از زیاد برس بدیم معلوم نمیشه آره چون روشه کار میاد فقط همین دوتا چی رو میخواد؟ سیری شد شونه تخمو خواه از توی مثلا گوگل و اینا میزنیم یه چیزای دیگه میاد بچه ها رو سردرگم میکنه روغن بگرد بزنم وای چیز مایه پودر لباسشویی مایه لباسشویی نمک نمیدونم حالا این زیرسازا روی کارش چه فرقی داره؟ مثلا حتما باید 2 دور انجام بشه. این الان چند مرحله کار داره؟ مرحله به مرحله اون آخرش ظرافت رو آخرش نرم‌تر باشه سفت‌تر باید باشه آخرش؟ آخرش سفت باید باشه آره خب ما خود ظرافتش در نمیاد که اگه خیلی میاد خمیر مرحله آخر از این هم بهتر میشه یعنی اینجوری درست میکنه شما میتونید بزنید بچه ها بزنید تعدادمون نیست یه میتونم خود میزنی یا خود چیز میکنی میدی به هم دیگه پاهاش تا این مرحله فقط اینجوری خیلی بینه از اونجا نمیشه خب یه دونه کوتاه‌تر درست کنیم برای مهیار جان یا سمون یه دونه کوتاه‌تر با اون چوب کوتاه ها خودت بیا ببر میخواد